شعرخوانی زاغ و کبک. مفهوم کلی این شعر: زاغ میگیم زاغ رفته راه رفتن کبک یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش کرده. پس میگیم تقلید کورکورانه موجب زیان است. قالب شعر ما مثنویه و بریم شعر رو بخونیم. زاغی از آنجا که فراغی گزید، رخت خود از باغ به راغی کشید. فراغ به معنی آسایش، راغ به معنی صحرا. رخت کشیدن کنایه از سفر کردن. دید یکی عرصه به دامان کوه، عرضده مخزن پنهان کوه. عرصه میدان بزرگ. نادر کبکی به جمال تمام، شاهد آن روضه فیروزه فام. روضه به معنی باغ، فیروزه فام یعنی فیروزه رنگ. هم حرکاتش متناسب به هم خطواتش متقارب به هم. خطوات خطوط، از خط میاد. گام متقارب نزدیک، خطوط متقارب نزدیک. زاغ چو دید آن ره و رفتار را، وان روش و جنبش هموار را. چو به معنی وقتی که پیوند وابسته ساز و ادامه جمله ما میشه جمله چی؟ پیرو یا وابسته، و جمله بعد اون میشه جمله پایه یا هسته. باز کشید از روش خود پای، جمله پایه یا هسته است. اینجا یه دید هست شده به قرینه لفظی. آن روش و جنبش هموار را دید. باز کشید از روش خویش پای، در پی او کرد به تقلید جای. بر قدم او قدمی می کشید، و از قلم او رقمی می کشید. قدم کشیدن یعنی حرکت کردن، آیا رقم کشیدن یعنی رسم کردن. این دوتا می کشید و می کشید جناس تان دارن. در پیش القصه در آن مرغزار، مرغزار یعنی سبززار، رفت بر این قاعده روزی 3-4. عاقبت از خامی خود سوخته، رهروی کبک نیاموخته. خامی خود سوخته، عاقبت سوخته یعنی پارادوکس دیگه. سوخته بود، رهروی کبک نیاموخته بود. کرد فرامش را رفتار خویش، ماند غرامت زده از کار خویش. غرامت زده این پشیمان. تهفت الاحرار جامی.